مقصد حضرت چی را گفتن؟ بسیار صحبتات خوب و خیلی مقصد آدم شجاعین و خلق بیدار کرده استین. جوانا هم خیلی فهمیدگیان. ما سابق خودم در امنیت بگیم کار میکنم، بگیم یک مدت شده است که مثال باسکم سببو شخصی یا مقصد شرط نیست که ما بگم مقصد خیلی همی تمامی همی ملاهایی که در مسجد کار میکنن مقصد دیگه ایمان مقصد چی برداشت کردن نتونستم همی کارا. فقط تعلیم میتن با فایده چی ملاها را همه را چیکار کنین؟ فقط باید جنوبه مقصد برداشتن در کار چیز شد در فهمی و محبت همی جنوب و همی گپ همی ای فقط خط همی بریمیتیم درسشون میتن که نمی خیل باید که خلق هم چیکار بکنیم محبت بکنن که حکومت برباد نروه، همی ظالم در بالا بیسته. او انتخابات چی گپی میشوه همه امیره مجلس فقط با واسطه ملاها با خاطری که مقصد آدمو را بیسواد کردگیان. بعضی قوای بسیار همین خیلی ما را درس میدادن بروان در خارج قوای اساسی و ای جامو در کدام بخش مقامات کار میکردین؟ ما در امنیت بگیم در امنیت ده. خوب مقصد همین خیلی سیاست همین که باید جوانا بیسواد مونه و در خارج بروان و کمش بمونه یا را مقصد رهبری کردنش و چیز کردنش امکان داره. خب فهمو برادر عزیز ببین ما چنانه که ما در همین بگیم مقامات کار میکنم و خبری که ما میدونم ای تاجیکستان امید نکنین یگان امید آینده نداره. بسیار صحبتاتون صحبتای خوبه و آیت هایی که خواندی بسیار مرا یک چی کرد بیدار کرد دیگه وجدانم برداشت نکرد. من تخمینا 1.5 ساعت است که من بگم تماس میخوام که قیتونم صحبت بشم امکان نشد. بسیاری صحبت من بگم فراموش کردم که مثال بسیار صحبت ها دارم اما وقت شما برای جمع مقصد میگیرم. گپ همی ای که همی ما تمدن داشتیم و تاریخ داریم و باباهای ما خیلی 70 سال شد بگیم غلامیم. چیکار میکنیم همی زیلت چی میترسین همه بخیزه جوانا بیاین و همی وطن مقصد همه را نمیتونه همه خش تبار داره و یک بار اومدی تقدیر نوشتگی در گجا میمبری چیکار میکنی بیاین همین نخواه همی تاجیک باید غلام باشه. حضرت همی یک فکر بسیار صحبتات همی مرا بیدار کرده. من دیگه باور که میخوام همی چیزی که در دل دارم بگم ای مردم پول داری پول نداری بخیزین بیاین با وطن یک لقاین و پامیری آوردگین در امنیت من میدونم بچه ها را میدرارن عذاب میدن. من به خدا یکون کسا من پریکاز میکردم من زدگی نیست من نمیخوام من میدونم بیادم من مقصد بگیم همون هدف هم اول همین بود که همین ساختم من خیلی بفهمدم مقصد همین بود مقصد پامیری لقاین یک دقیقه برادر در همین صحبت ما یک چیز اضافه کنم. برادرایی که لقای هستین برادرایی که ازبک زبان هستین این برادر تحقیر به شما نکرده شده است. ایرا ببینید نه مقصد شما نفهمیدین اینجا ما خودم بگم الحمدلله که ما الله میترسم و اهل و علمونم مقصد آدمای است ما وجدانم نه ما مقصد چی گفتنیم آدمایی که دور از علم در بالا هن و همونو هم ساختاری هسته که می آموزه میدونه که همینا برای دنیا شده و پول شده هر کاری را امرشو بکنی میکنن و گروهی هسته ای بچه های پامیر آوردگی هم در هر جا آدم های بیرحمه برای تاک دادن زدن عذاب دادن نمو بگیم آدم های اصلا میدرانه شده همین خیلی گروهی خاص دارن مقصد این همه آدم های بیرحمن اکثرا در همون چیز میمونن. من چی گفتنیم بچه ها نخواد که ما باید غلام دیگه ملت ها باید باشیم. ما هم وطن داریم. من میدونم که شما مثال اکثرا بچه ها هستن که جوان ها بیسوادن یا فکر میکنن یا که فهم ندارن مردک های کلان بیاین در وطن همه چیز ما داریم. شرط نیست که ما
میلیونر زندگی کنیم، دولت ما دور همین خیلی بویگاری همین دزدور ما نست نابود بکنیم، ما خودمون با خودمون یک دولتی باشیم که مثال مقصد همین بوی کمبغل حد اقل دست گرفتن شما میتونیم ما دولت کمبغلی نیستیم که یک بیابان باشه، همه زیروات سه حاصل میشه گرفته، زمینو همه چیزا داریم، آب هسته، آب کشور سیر آبیم. بگوی همین ما دوره که جنگ نبودک، ما مثال سالایی که بعد جنگ بود من میخوندم اینستیتوت، همون سالادم خیلی آدم‌ها دریافت میکن مثلا شماره کم بود که در خارج بودن، نه که زندگی هم خیلی خوب بود، آدم‌ها بیا کار میکردن زندگیشون هم میافتن، این خیلی گپ و خبر نبودک. خلق بی سواد که اگه ترسوندگیشون می نترسین، هیچ کار کرده تو نمیتونه همه را 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون آدم کی میتونه چیکار کرده میگریزن اینو 100%. ببین برادر همین کاری که همین برنامه هایی که ما میگذرونیم، همین صحبت هایی که با مردم میکنیم از طریق بگیم همین شبکه های اجتماعی، آیا همین کاری ما درست است یا که نادرست؟ آیا فایده میرسونه به مردم؟ بهترین صورت دای بهتر آدم بسیار خاک خلقی توجیک بی سواد شدگی هم ایدن بی پول ای 1 ماه 2 ماه 3 ماه گرسنه نمیگردن و خی هم دیگر همین دشمن معلوم ای که کی ای مولا غلام کردگی ای غلام کی کردگی معلوم ای دیگه خیلی تو ایو جای ما ای جای خیلی گپا باید بین ما مسلمانو دا نباشه، دشمن یک صف یک باید باشه. من مطمئن هستم برادر عزیز که در تمام جامعه ما و شما، در تمام قشرهای جامعه ما و شما جوانها و مردهای پیدا میشوند که این راه دنبال میکنن و این راه پیگیری میکنن. هیچ وقت ما فریفته اینای دنبالهایی که میبروین کو حدیث میگن این ملوها خلومن حضرت ما چیره گفتنی ما این ملوها را دنیا اصلا بسوادن، اینا را حکومت درس دادک، ما خودم میدیدم شون، ما بگیم فایرود میکردیم کاغذ میدادیم همون زمانی بود بگیم ما یک وقتی همه ای کارو بی اگر من نقلت بکنم حضرت دیجا خیلی گپ خبری دیگه خیلی ما هم زندگی دارم مثلا چیزای نه که زندگی من نبود توش، من همین اومدم معنای همین زندگی ما مسلمان ها چی باید باشه؟ همین غلامی باشه، همین اومدن همین دنیا در ما برای چی؟ ما مسلمان معنای اسلام در بدن ما چیه؟ ما در اساس یگان اسلام ما مقابل اسلام زندگی داریم. یا گپ من درسته حضرت؟ نه 100% درست میگین. نه همین نگاه کن ما میگیم که 91 92 مای 91 92 او چنو مثلا چی بود زمانی بود که بعدی 90 بگیم 70 سال غلامی مثال چیز بود، بعدا خیلی آدم را استفاده بردن که فهم ندارن یا ما میتونیم مثال بین فتنه را پرتیم بین هم دیگر خیلی سوادی فهم ندارن مثلا فهم اسلامی واسه معلوم شده اگر از دیگه زمانه مالی گم مرده مشکل نیست، ما ایمان داریم که ما در راه حق باشیم، الله ما را جنت نصیب میکنه، ما بخوایم نخوایم میبریم. ای بچه یا نه حضرت؟ ای بچه یه آدم در باطیله میخیزه کلا و پوست میزنه برای مردن تیوره، ما در حق این چی به تیور نباشیم؟ حضرت نگاه کده ما همی باید صدها مثال 30 ساله در غریبی مردم من میبینم آدم ها را دایجه پول میتن بیلیت نرخ سیزون خطیمه بردارن، فقط یک اویله غلام کردگه تا که شرایطی همه سیاست همه ما در درنگ همینا بدم سیاست همه که خلق باید که دوین در محتاج پاکندگی وابسته باشه تا که با یک سواد باید که با یک مقصد زندگی بهتر قدم نزنن. وقتی زندگیشون میگه خوب شد و برزید ایما مقصد چیکار میکنن میخیزن. انا بهترین گپ و بهترین نقطه دیستویتل وقتی که اینا میخواهن که مردم زور نداشته باشن، اینا همیشه پشت لقمه نونشون سرگردان باشن، همیشه فکرشون در همه چیزا باشه، دیگر مصروف همون چیز میشون، نمونشون اینا کار کننده وطن کار کنن یا وطن بیرون باشن. بله همه جای ممالک خودش میدونه وقتی تلویزیون خاطی ما همه را درس میدن و چیکار کردن در کار چیکار کردن در کار ما که فهم داشتم من مقابل صحبت میکنم مقصد نمیخواستم مثال خیلی باینده همی
سیستم امنیت همه خیلی که دو کس سه کس هم باشی باز یک تیمون بولودا مقصد خرکتری ترم میگه که همی آدم مقصد چی خیلی من نه که الحمدلله من همه ترسیم هیچ کار کردم نتونستم نه ای بچه مو رو همین قدر تعریف ای حضرت من الحمدلله من الله آفریده است باز الله من بخوام نخوام اون روزی که نوشته اگر با اون روز میایم من میگیرش من میخوام که در راهی که باشم که راه حق باشه من مطمئن هستم اما راه حق چیه کتاب الله های و زندگی پیغمبر های و زندگی ما باید هم خیلی مطابق باشه ما باید بیاریم جوانا بیاریم نترسین کشتن بهترین زندگی با آخرت دای بله همه صحبتات مقصد چی تا باز هم وسیع‌تر و شجاع همه مثال جوانا باید که بیدار باشن غلامی را بس کنین شکتور پکتور گپ خبر ای چیزا را بمونین همه یک مدام صبر بکنین همه دزدور انست نابود کنین با اذن الله اینا خودشون که دیگه همه زندگی میشوه همه چی را ما داریم گپ نیست برادر سواد هم هستای بله حکومت و پراولینش ما بدم در همین داخل حکومت شما نترسین که این مقصد به سعودی همش توگری ای حکومت و پراولینش هیچ مشکلی نداره بله زنده باشی برادر یعنی هم مثال چیزا را ارمیای دیگر آوردگی اینا مورا یگان دولت دیگر ما لازم نیستیم مورا میترسونن دیگر جا نه به خاطری که خلق بخیزن یارا مقصد خاموش بکنن زنده باشی برادر این مقصد همین حضرت بهترین صورت مقصد صحبت میکنی و جوانان باید که ما بیدار باشیم خدا خواهد انشالله برادر عزیز ما در علاهدگی تماس میگیرم با صحبت مفصل تر میکنیم انشالله ما سلامت باشی